این ویدیو قسمت دوم پرزنت پرفکت هستش که توی ویدیو قبلی توضیحی در مورد سینس و فور دادیم و زمان شروع نامشخصی دارن. یعنی زمان شروع دقیقشون مشخص نیست در واقع. مثلا اولی رو ببینید، قسمت A. Have you ever seen snow? No, I haven't. I've never seen snow. But Anna has seen snow. وقتی که گفته have you ever seen snow، منظورش از چه زمانیه؟ منظورش از زمانیه که به دنیا اومده تا الان دیگه. حالا این present perfect میتونه چه نشونه هایی داشته باشه؟ توی قبلی گفتیم که وقتی سینس رو فور دیدیم میتونه یه نشونش باشه. اینجا هم این قسمت رو که ببینید متوجه میشید که مثل ever, never, yet, still, already, lately، اینا چیزاییه که ادورب هاییه که با present perfect 90% وقتا میاد. یعنی این میتونه براتون یه نشونه باشه حالا اگه تست میزنید. Have you finished your homework yet? I still haven't finished mine. Jack has already finished his. اینجا دوباره این نشونه ها رو ببینید. من علامت میزنم yet, still و already. حالا اگه بیام از just و recently استفاده کنم به چه معنیه؟ یعنی داره تاکید میکنه در مورد کاری که اخیراً تموم شده. پس این just و recently که اینجا هست میشه emphasizes that an action was recently completed. Sarah has recently finished her work. Sarah has just finished her work. Sarah has finished her work. پس اینم متوجه شدیم که وقتی که از just و recently استفاده میکنه تاکیدش روی چیه؟ اینکه کار اخیراً تموم شده. حالا اصلا میخوایم بگیم که ساختار این present perfect چجوریه. چیزی که تا الان دیدید میبینید که از have و has استفاده میکنیم. احتمال زیادی هم میدونید که have برای چیا میاد، has برای چیا میاد. have رو میگیم I have, you have, we have, they have. برای has میگیم she has, he has, it has. بعد این که affirmativeشه. حالا وقتی contraction بخوام استفاده کنم چجوری میشه؟ میگم I have میشه I've, you have, you've, we have, we've, they've, his, she's, it's. حالا شاید بگید که خب الان من این هیز و شیز و ایتس رو قاطی میکنم با اینکه این ایت هزه یا ایت ایزه. حالا این قسمت صفحه رو نگاه کنید. گفته he's there، این بوده he is there. he's been there، این بوده he has been there. وقتی که تنس ها رو کلا بلد باشید دیگه اینا رو متوجه میشید و دیگه خیلی براتون سوال نمیشه که این الان بالاخره is هستش یا has هستش. اینم دوباره با سوال حل کردن در موردش دیگه ابهامی نمیمونه. این قسمت بالا رو هم میگم. این present perfect رو هم میتونی وقتی استفاده کنی که میخوای در مورد 3 تا اتفاق پشت سر هم حرف بزنی. مثلا اینجا در مورد تست 1 و 2 و 3 گفته که در طول ترم حالا اینا 3 تا تست داشتن. گفته We have had 3 tests so far this term. I've met many people since I came here. پس ببینید repeatedly و may happen again. چرا گفته may happen again؟
در مورد امتحان اینو مثلا توضیح بدم، میشه اینکه تا الان 3 تا امتحان داشتن، شاید امتحان 4می هم بود، شاید امتحان 8می هم بود. به این معنی نیستش که الان دیگه اتفاق نیفته. اتفاقا ممکن اتفاق بیفته و repeatedly اتفاق میفته. حالا چند تا سوال در موردش حل کنیم. قبل اینکه سوالش رو حل کنم، منفی کردن و سوالی کردن رو هم احتمالاً بلدید، ولی یه دور دیگه اینو میگم. اگه میخواید منفی کنید، یادتونه که گفتیم که از not استفاده میکردیم. حالا الان فرض میکنیم این جمله آخر رو بخوام منفی کنم. گفته I've met many people since I came here. وقتی بخوام not اضافه کنم، not رو کجا باید بذارم؟ بعد از have. یعنی میشه I have not met many people since I came here. یا حالا با contraction میشه I haven't met many people since I came here. پس not رو بعد از have و has میذارم. سوالی کردن هم که توی همین قسمت اول دیدید، جمله اول بودش Have you ever seen snow؟ have میاد ابتدای جمله، has هم همینطور. مثلا have you ever، دوباره ادامه جمله. has she ever، ادامه جمله. این قسمت خیلی چیز جدیدی نداشت، بیشتر برای اینکه یه مروری باشه و چند تا سوال حل کنیم اینو من توی یه ویدیو جدا گذاشتم. حالا چند تا سوالم در موردش حل میکنیم و بعدش قسمت بعدی رو توی ویدیوی بعدی ادامه میدیم. اکسرسایز 10 گفته فعلایی که میتونه توی این جای خالی قرار بگیره و معنی درست باشه رو علامت بزن. Where have your colleagues، جای خالی، so far. خب اینجا میتونم در موردش بگم been، worked. میتونم بگم traveled، taught، ridden. شاید بگید که خب living رو هم میزدی، این باید اینطوری میشد Where have your colleagues been living، نه living خالی. و جواب ها رو یه چند ثانیه روی صفحه میذارم که اگه بخواید چک کنید. حالا اکسرسایز بعدی گفته که complete each sentence with the past participle form of a verb in the box. Some sentences have more than one possibility. Then interview another student and circle yes or no. حالا چون ما اینجا کسی رو نداریم که باهاش این قسمت yes و no رو انجام بدیم، این قسمت رو انجام نمیدیم، فقط جاهای خالی رو با هم پر میکنیم. Have you ever dreamed or dreamed in English? Have you ever in a tent؟ این باید بگم slept بوده، sleep گذشتش past participle میشه slept. Have you ever someone a skill میشه teach، past participleش میشه taught. Have you ever an unusual pet میشه own، past participle میشه owned. فقط اینکه تلفظش رو من یکم دارم مثلا owned اینطوری میگم، فکر نکنید که بعد اینطوری بگید، چون که الان داریم یاد میدیم، میخوام یه جوری بگم که متوجه بشید که آخرش ایدی داره. فکر نکنید که دارم میگم own، دارم میگم owned. Have you ever a crime میشه witnessed. Have you ever aced ace میشه do exceptionally well on something. معنیش رو این زیر نوشته.
اگه معنی چیزی رو هم که بلد نیستید حتما از دیکشنری استفاده کنید دیگه، احتمالاً بلدید که چجوری استفاده کنید. Have you ever played in a rock band? Played. هشتمی. Have you ever someone around your city? این هم میتونه showed باشه، هم میتونه shown باشه. become became become. پس پارتیسیپلش اینطوریه. اکسرسایز 12 رو هم خودتون حل کنید. چیز خاصی نداره، حالا اینو حل نکردید هم مشکلی نیست. میمونه اکسرسایز 13 و 15 که 13 یکی دو تا جمله اول رو میگم بعد جوابش رو میذارم روی صفحه. Gabriel is the first person in his family to study abroad. He a student at Oxford University for the past year. به نظرتون باید اینجا رو چجوری با بی پر کنیم؟ He has been. Is studying international relations there on a scholarship. His parents are very proud. No one in the family. اینجا رو باید با ever و receive پر کنیم. A scholarship before. No one in the family has ever received. این هم قسمت جوابهای این قسمت هستش. اکسرسایز 15 رو هم حل میکنیم بعدش دیگه ویدیو تموم میشه. و مثل همیشه من فعلایی که احتمال میدم کسی ندونه رو اینجا براتون علامت میزنم و معنیشون رو میگم. Cancer patient. Cancer خودش به معنی بیماری سرطان. Patient بیمار. Cancer patient میشه بیماری که سرطان داره، بیمار سرطانی. Prognosis میشه پیش بینی. Bucket list میشه لیست آرزوها. Popular معروف. Roommates هم اتاقی. Hospital بیمارستان. اینجا که گفته که neither has a good prognosis منظورش اینه که نه اینکه پیش بینی خوبی ندارن، یعنی اینکه مثلا دکترها اونقدری حالا امید نداشتن بهشون. به نظرم یه همچین مفهومی اینجا داره. spend a lot of time together یعنی وقت زیادی رو با هم میگذروندن. kick the bucket اینجا خودش هم توضیح داده، گفته که یه EDMه که میشه به معنی die. think about your life در مورد زندگیت فکر کن. suggestion پیشنهاد. what haven't you done but would like to do. خب اینو میتونید خودتون این قسمت معنیش رو اگه بلد بودید توی کامنت ها بنویسید، منم چک میکنم که درسته یا نه. What haven't you done but would like to do. فقط قبل اینکه ویدیو تموم بشه اینم بگم که گفته که present perfect ها رو علامت بزنید. من براتون از روشون میخونم. اولی بود has become. دومی have made. سومی haven't done. ویدیوی بعدی که میخوایم بررسی کنیم مربوط میشه به قسمت present perfect و simple past. حالا اگه هنوز present perfect رو متوجه نشدید، قبل از اینکه ویدیوی بعدی رو نگاه کنید اول 2 تا ویدیوی قبل رو یه دور دیگه نگاه کنید. ویدیوهای خیلی کوتاهی هم هستن.
اگه بازم براتون جای سوال داشت توی ویدیوی بعدی قرار پرزنت پرفکت و سیمپل پست رو مقایسه کنیم، یعنی یه خلاصه ای از هر دو میگیم و در موردشون سوال حل میکنیم. مرسی که ویدیو رو نگاه کردید.